هیئت رهبری و کارمندان شرکت شکور قناعت بخش، حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و اطاعت، ماه زدودن زنگار گناهان از ساحت دل و جان و ماه رفتن به سوی بهشت را حضور ملت متدین و مؤمن کشور تبریک و تهنیت عرض می دارد و امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان نزد حق تعالی و برکت این ماه پرفیض و رحمت از بارگاه حضرت او استدعا می نماییم تا در کشور عزیز ما یک صلح و ثبات دائمی، رفاه و پایداری ارزانی داشته و مصایب و بدبختی برای همیشه از وطن عزیز ما رخت سفر ببندد. آمین یا رب الکریم.